بیش از 13,000 سلاح هسته‌ای در جهان وجود دارد. اگر جنگ اتمی رخ دهد، در سال اول تقریباً 2 میلیارد انسان خواهند مرد. بعد از 2 سال تقریباً 6 میلیارد انسان خواهند مرد. فقط 20% از انسان‌ها زنده خواهند ماند. بعد از پرتاب موشک‌ها، زمین به صورت گسترده شاهد غبار هسته‌ای، بارش رادی و اکتیو و اشعه یووی خواهد بود. غبار هسته‌ای کل جو زمین را خواهد پوشاند و مانع رسیدن نور خورشید به زمین خواهد بود. بعد از 3 ماه زمستان اتمی شروع خواهد شد. دمای زمین به منفی 25 درجه زیر صفر خواهد رسید. زمستان اتمی 2 سال طول خواهد کشید. 75% از زمین‌های کشاورزی از بین خواهند رفت. 90% از حیوانات منقرض خواهد شد. دیگر چیزی به نام دولت‌ها، ملت‌ها، دین، مذهب، فرقه، تکنولوژی، برق، آب، دارو وجود نخواهد داشت. آنگاه فقط 30% از زمین قابل زیست خواهد بود. هیچ کشور عمده‌ای در این قرن در هیچ جنگ بزرگی پیروز نشده است. اما نباید حماقت بشر را دست کم گرفت. برای بررسی این نوع حماقت بشری کافی است به جنگی هسته‌ای، جنگی جهانی نگاه کنید. شما واقعا فکر میکنید بشر اینقدر احمق است که دوباره دکمه بمب هسته‌ای را فشار بدهد؟ آیا ما فجایع ناشی از جنگ هسته‌ای را فراموش کردیم؟ در نتیجه موقعیت‌هایی هست که ممکن است عده‌ای دکمه جنگ هسته‌ای را بزنند. ممکن است این کار پایان زندگی بشر باشد.